سلام، اینجا بیپراگه، یه چنل آموزش برنامه نویسی، اما با این تفاوت که قرار همه چیز رو به صورت پایه‌ای یاد بدیم. من کسی هستم که علاقه زیادی به ساخت چارچوب به جای استفاده از اون رو دارم و دوست دارم به جای اینکه توتیوار فقط دستورات رو بزنم درکشون کنم و این چنل برای کسایی که میخوان بفهمن دارن چی کار میکنن و پایه خودشون رو قوی کنن. هدف ما اینه که توی این مسیر هم مهارت واقعی بسازیم، هم دید عمیق نسبت به علم پشت برنامه نویسی پیدا کنیم. خلاصه بگم، صرفاً مصرف کننده نباشیم. البته این به این معنی نیست که آموزش های سطحی و مصرفی نداریم و این هم نیست که همش آموزش های سطحی باشه و مباحث پایه‌ای نباشه. ما قراره بین این دو مسیر حرکت کنیم. یعنی نه تماماً کدنویسی مصرفی و سطحی، نه تماماً منطق‌های پیچیده و علوم پایه‌ای. اگه دنبال آموزش‌های برنامه‌نویسی توی یوتیوب و حالا پلتفرم‌های دیگه رفته باشید، احتمالاً آموزش‌های خوب بسیار زیادی پیدا کردید. ولی اگر دقت کنید همه این آموزش‌ها یه وجه اشتراکی داره و اونم اینه که اکثراً سطحی هستن و خب آموزش‌های پایه‌ای تقریباً نزدیک به صفر هستن. بذارید اینجوری بگم بهتون، یه سریا ماهی میگیرن برات، یه سریا ماهیگیری بهت یاد میدن، یه سری هم سازوکار اون چوب و حالا یا هر دستگاه ماهیگیری که قرار استفاده کنی رو بهت یاد میدن. ولی اگه هم سازوکار اون دستگاه رو یاد بگیری و هم ماهیگیری، چون طرز کار وسیله خودتو میدونی، بهتر میتونی باش ماهی بگیری. اینجا ما قرار ماهیگیری و سازوکار چوب و حالا اون وسیله ماهیگیری رو یاد بدیم تا تبدیل بشید به ماهیگیرهای حرفه‌ای. اما توی چنل های دیگه فقط بهتون ماهیگیری رو یاد میدن، نه طرز کار وسیله. پس نمیتونی درک درستی از کاری که داری انجام میدی داشته باشی و در نتیجه نمیتونی به سطوح بالاتر کارت برسی. حالا اگه تو هم دوست داری به صورت حرفه‌ای و پایه‌ای یاد بگیری با ماشین ها صحبت کنی و بهشون دستور بدی، من رو دنبال کن و با لایک و کامنت از این آموزش ها حمایت کن.